شما راست میگی، من آدم ترسویم. شاید باورت نشه، من از اتفاقای خوبم میترسم. وقتی همه چی خوبه منتظر میشم تا یه اتفاق بد بیفته. اسمش نمیدونم عقده است یا چی. دوست دارم پشتم باشی، بخوای ببینیم تو نوبت وایسی. نمیدونم عقده است یا چی. داداش ما مجبور بودیم محکم باشیم، میدونی؟ مجبور بودیم. اسمش نمیدونم عقده است یا چی. اسمش نمیدونم عقده است یا چی. دوست دارم پشتم باشی، میخوای ببینیم تو نوبت وایسی. عقده است یا چی؟ کمد لباس میخوام، ادا اصول با کلاس میخوام، 200-300 متر تراس میخوام، نگم دیگه دختر بساز میخوام. عقده است اینا یا چی؟ باغ ویلا با استخر و حالا چی؟ دیگه نشونم ترک ها پاچین ببینی زیر پاش اتاق هفته داشتید. آخر ما نگاد بنزو میخرم بالاخره باورات. فقط خودم بام الان یک تهران میشم باورام. چیزی ره تو این شهر ندیدم، جاش اندازه رویم قویم، برای دویدن سریم، اولویت هدفم دوری از بقیه است. وقت کمی تنهاییه دیگه، وقت لشبازی نی، سر بالایی ما واسه تو سر پایینی. پیاده گاز بده بینم چند تا میری، تو بگو بدون کفشام باشی، این تن لش وقتشی از خواب پاشی. من فلزم دنیا تو فنگا، پاچه نمیبینی دیگه پوتینم بنداش بازی. عقده ایم و آماده باش، وایس جلو من کی داشت لایه پاش. دنیا رو با چک آبدار بگوش، اسمون و کل ستارهاش مال ماست. بابات میخواد من دوز باشم، من نمیتونم دوز باشم. من نه دوزم، نه خلافکارم، نه دلالم، نه زورگیرم، نه هستم، نه میتونم باشم. اصلا من نمیتونم، من آدم بی‌عرضه‌ایم. چی میتونی یه ماه خونه ویلا ماشین هر تو زهر ما رو دیگه جور کنی که من بتونم؟ نمیتونم. پول ندارم یه کافی شاپ حساب کنم. من چطور میتونم یه زندگی رو اداره کنم؟ اصلا من نمیتونم، من آدم بی‌عرضه‌ایم. من هیچی نیست. خسته شدم بابا، من دهنم سرویس شد، خسته شدم. بس دویدم 3 سال نتونستم از این ببادم، نمیتونم. خسته شدم بس دویدم. آرزوی ما بود خاطره باقی، من کش میخواستم جای دل خالی. یه مایه حسابی گندشم واسه سرم جایزه بذارین. نگاه به قیمت نکنه مامان، این چوستا منو نره تو مخ بابا. قد شخصیتم پول باشه تو حسابم، خاطراتون نباشه آرزوی ما. انجام بدن لبتر کنم، فکر نکنم بد خرج کنم. صبح تا شب این سگ ندوم، من عقده یه زب در دوم. 20 شدیم کسی چیزی نخرید، چه جایزه هایی بود تو جامیز بغلی. گردن بقیه طلا ما پیت علبی، دلیل بیخوابی شبمی. واسه ما همیشه یه دونه کم بود، فرق دارم با تو بدون کم بود. نگاش میفته یه روی شهرم، نمیذارم این اخما روش بمونه ابروم. اوضاع هم اینجوری نمیمونه، درستش میکنم روز خوبو. اون خودش قرار نیست بیاد، نگاه من مغرور رو افق روبرو رو. کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. اینطوری میتونی واقعیت رو به شکل خواب و رویا بازسازی کنی. میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته. درست تو لحظه‌ای که حس میکنی هیچ راهی برای فرار باقی نمونده. مهم فقط اینه که با همه توانت بتونی ادامه بدی.